میگوید این جوان با طرف این عبدالملیک گشت و گفت باره میگوید یک قبر را کندم، نگاه کردم که چهره‌ای که به طرف قبله گرداندگی بود، این انسان چهرش از قبله برگشته است و چهرهش به سوی زمین افتاده است. وقتی در این حالت میگوید این مرد را دیدم، در حال میگوید ترسان وجود من در یک ترس پیدا شد و خواستم از قبر بیرون شوم که صدای آمد آیا نمیپرسی که با چی سبب من در این حالت گرفتار شدم؟ میگوید وقتی پرسیدیم به چه حالت، گفت من در نماز بی پروا بودم، کدام وقتی میخواستم نماز میخواندم، کدام وقتی نمیخواستم نمیخواندم، به اهمیت در نماز بودم. میگوید بار باز یک قبر دیگر را کندم، نگاه کردم که با یک رشته های خیلی آتشین یک مرد در زمین بسته شده است و داد میگفت. وقتی میگوید این حالتم که دیدم خواستم از قبر بیرون شوم که باز سوال کرد آیا از من نمیپرسی که با کدام حالت من در این بلا مبتلا شدم؟ گفتم از کدام حالت بود؟ گفت من در باول، یعنی در پیشاب کردن و خودم را قاق کردن در احتیاط نمی کردم، تا این پیشابی من در همون پاچه های من میریخت. از این خاطر او خداوند در این عذاب مرا گرفتار کرد. و این جوان میگوید بعداً گریان شد، گفت یک واقعه دیگر دیدم که تماما از یادم نمی رود. گفت چی واقعه بود؟ گفت وقتی یک قبر را کشادم، خواستم کفن او را گیرم، نگاه میکنم که وای به منزله خوک خوابیده است و در گردن او میگوید چندین زنجیرهای آتشین بسته شده است. وقتی این حالت دیدم میگوید دیگر یک ترس کلان وجودی مرا فرا گرفت، خواستم بیرون شوم. گفت از حال من میپرسی که با کدام احوال، با کدام عمل من دوچار این احوال شدم؟ گفتم با کدام عمل؟ گفت من در دنیا عرق نوش بودم و در دنیا عرق را خوردم، توبه نکردم، پشیمان نشدم، با حالت مستی مرا وارد قبر کردند. خداوند مرا به این حالت دوچار کرد. لیشربن اناس من امت الخمر، پیغمبر میگوید زمانی می شود که امتان من عرق را می نوشند، یسمونها بغیر اسمها، لیکن نام دیگرش میگذارند. میگویند این آب جو است، این آب گندم است، این آب خرما است، این آب مویز است، نام دیگرش میگذارند و نوشیدن میگیرند. پیغمبر خدا اینا از باب معجزاتش گفتند که زمان می شود که امتان من می نوشند، لکن نامهای خیلی دیگرگونه در این عرق می گذارند.